با سلام خدمت پرستاران فارسی زبان سراسر دنیا و دانشجویان محترم پرستاری. با جلسه 336 از سلسله آموزش‌های کتاب اینکلکس پرستاری در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته فصل 55 از کتاب اینکلکس ادیشن 8 رو مورد بررسی قرار دادیم و در این جلسه به ادامه مطلب خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که ما در صفحه 1903 کتاب اینکلکس ادیشن 8 قرار داریم. در ادامه داروهای مرتبط با سیستم ادراری کلیوی میرسیم به داروهایی برای پیشگیری از رد پیوند کلیه. داروهای رد پیوند شامل سرکوب کننده های سیستم ایمنی هست، کورتیکواستروئیدها، داروهای سایتوتوکسیک و همچنین آنتیبادی ها. برخی از داروهای این دسته به صورت ترکیبی استفاده میشن تا اثرات متفاوت بر روی سیستم ایمنی رو داشته باشیم. خب یکی از مزایای خیلی خوب استفاده از داروهای ترکیبی این هستش که ما میتونیم از دوزهای کمتر هر کدوم از اون داروها استفاده بکنیم و هرچی ما دوز کمتری از دارو رو مصرف بکنیم احتمال عوارض جانبی رو خب کمتر خواهیم کرد. در ادامه اولین دسته دارویی سیکلوسپورین هستش که سیکلوسپورین میاد کلسینورین رو مهار میکنه و روی لمفوسیت‌های تی برای سرکوب تولید اینترلوکین 2، اینترفرون گاما و سایر سایتوکین ها میاد و عمل میکنه. سیکلوسپورین ممکن هست برای جلوگیری از رد پیوند آلوژنیک کلیه، کبد و قلب مورد استفاده قرار بگیره. پردنیزون ممکن هست به طور همزمان برای مددجو بیاد و تجویز بشه. تجویز خوراکی سیکلوسپورین ها ترجیح داده میشه و به صورت وریدی یا به صورت IM اینها رو خیلی استفاده نمی کنن، فقط در صورتی ما از شکل تجویز وریدی این استفاده می کنیم که مددجو شکل خوراکی دارو رو نتونه تحمل بکنه و با این عدم تحمل ما دیگه مجبور بشیم تجویز وریدی رو برای مددجو داشته باشیم و همچنین سطح خونی دارو به دلیل اثرات نفروتوکسیک اون باید به طور منظم مورد بررسی قرار بگیره و ارزیابی بشه. و اگر که بخوام در خصوص عوارض جانبی صحبت بکنیم، سمیت کلیوی، عفونت، فشار خون بالا، لرزش و هیرسوتیسم از عوارضی هستش که سیکلوسپورین داره و به مددجو اطمینان میدیم که در صورتی که هیرسوتیسم براش ایجاد بشه این هیرسوتیسم برگشت پذیر هست و بهش آموزش میدیم که به چه صورت میتونه این موهایی که به صورت اضافه و هیرسوتیسم براش ایجاد شده رو از بین ببره و حذف بکنه. و سایر عوارض جانبی که دارن سیکلوسپورین سمیت عصبی هست، اثرات گوشی که این اثرات گوارشی میتونن خیلی مددجو رو درگیر بکنن، هایپرکالمی و همچنین هایپرگلایسمی در مددجو اتفاق میفته. پس ما سمیت عصبی رو داریم، اثرات گوارشی رو داریم و هایپرکالمی و همچنین هایپرگلایسمی برای مددجوی ما اتفاق میفته. خطر عفونت و لمفوم با استفاده از سیکلوسپورین افزایش پیدا میکنه، پس باید خیلی دقت بکنیم که مددجوی ما در معرض عفونت قرار نگیره و همچنین سیکلوسپورین ها در حضور حساسیت مفرط، بارداری، شیردهی، تلقیح اخیر اگر مددجو داشته باشه با واکسن های ویروس زنده و تماس اخیر با یک فرد که حامل عفونی هستش که عفونت فعالی مثل آبل مرغان یا هرپس زوستر رو داشته باشه، در این افراد نباید استفاده بشه. چرا ما سیکلوسپورین رو در این افراد استفاده نمی کنیم؟ خب در افرادی که
حساسیت مفرط دارن، خب به دلیل ایجاد اون حساسیت و اون عوارضی که مثل راشی که برای مددجو اتفاق میفته، ما از دارو باید استفاده نکنیم و دارو رو کنار بذاریم. و اگر که حالا مددجوی ما شرایطی رو داشته باشه که با سرکوب کردن سیستم ایمنی ما بخوایم بیمار رو مددجو رو در معرض عفونت و بیماری قرار بدیم، خب این خودش میتونه خیلی مددجو رو تحت تاثیر قرار بده. خب وقتی مددجوی ما واکسن زده، واکسن زنده‌ای زده، مثل آبل مرغان یا هرپس زوستر داره کسی که باش در تماس هست، یا حالا هر عامل دیگه‌ای هست که میتونه چه ویروس باشه، چه تو بدن خودش باشه، چه از با کسی که آلوده هست در تماس باشه، به هر شکل اگر ما بیایم سرکوب کننده سیستم ایمنی رو به مددجو بدیم، خب مددجو رو دو دستی تقدیم اون باکتری یا اون ویروس یا اون بیماری کردیم که بیاد کاملا مددجوی ما رو بیمار بکنه. پس باید خیلی حواسمون باشه که مددجو رو به نحوی ساپورت بکنیم که هیچ عفونتی وارد بدنش نشه. و همچنین بسیار این سیکلوسپورین ها برای جنین سمی هستن و تراتوژن هستن. باید بسیار حواسمون باشه و خانم هایی که در سنین باروری هستن حتما باید از یه روش مکانیکی برای پیشگیری از بارداری استفاده بکنن، علاوه بر اون داروهای خوراکی که اگر استفاده میکنن اون داروهای خوراکی نمیتونه بیاد و ساپورت بکنه اینها رو. حتما باید کسانی که از سیکلوسپورین استفاده میکنن از یک روش مکانیکی استفاده بکنن که به هیچ عنوان بارداری درشون اتفاق نیفته. و مددجو باید از احتمال آسیب کلیوی و آسیب کبدی و نیاز به آزمایش ها در دوره‌های عملکرد کبدی و تعیین فاکتورهای انعقادی، BUN، کراتینین، پتاسیم سرم و سطح گلوکوز خون باید حتما مطلع بشه که خدای نکرده این الکترولیت ها و آیتم هایی که عرض کردم خدمتتون اعدادش بالا پایین نشه و مددجو رو در معرض خطر قرار نده. و جز آموزش هایی که به مددجو میدیم حتما بهشون آموزش میدیم که علائم اولیه عفونت رو باید هم خودشون هم خانواده‌شون بشناسن، فوراً این علائم رو باید بیان و گزارش بکنن و از بروز عفونت در این افراد به شدت باید پیشگیری بکنیم. و اگر که مددجویی داریم که قادر به بلعیدن قرص نیست، باید دستورالعمل هایی رو برای مددجو داشته باشیم که داروهای مایع خوراکی رو با استفاده از یک پیپت کالیبر شده مخصوص در یک ظرف شیشه‌ای بریزن، خوب اون رو مخلوط بکنن و بلافاصله بیان و اون رو میل بکنن و ظرف شیشه‌ای رو با رقیق کننده کامل باید بشوریم، یعنی مایع داخلش میریزیم کامل میغلطونه و همه دارو رو باید بخوره. منظور این هستش که هیچ دارویی ته‌نشین نشه، نچسبه به ظرف که دوز دارو کم بشه. حتما دارو رو که حل کردیم دادیم مددجو خورد، پشت سرش یکم آب یا محلول حالا رقیق کننده با هر چیزی که رقیق کنیم میریزیم داخلش، کاملا به هم میزنیم که هر چی داخل اون ظرف هستش کاملا مددجو رو بنوشن و دوزی از دارو کم نشه. و حتما از اون پیپتی که استفاده میکنیم قسمت بیرونیش رو خوش میکنیم، درپوشش رو میذاریم برای دفعه بعد که میخوایم استفاده بکنیم که خدای نکرده ایجاد مشکلی برای مددجو نکنه. و برای تقویت اون خوش طعم کردن این دارو میتونیم دارو رو با شیر شکلات یا آب پرتقال یا هر چیزی که خوشمزه‌اش میکنه قاطی بکنیم تا از اون مزه بعد پیشگیری بکنیم. ولی جز موادی که قاطی میکنیم باهاش به هیچ عنوان با آب گریپفروت نباید مصرف بکنید. همونجور که میدونید گریپفروت دارویی هستش، میوه‌ای هستش که با بسیاری از داروها تداخل اثر داره و بهتر هستش که افرادی که داروهای خاص مصرف میکنن مثل سیکلوسپورین ها به هیچ عنوان گریپفروت مصرف نکنن، چون میتونه سطح سیکلوسپورین رو برای مددجو بالا ببره و ایجاد خطر سمیت در مددجو بکنه.
و همچنین یک سری داروها هستن که میتونن سطح سیکلوسپورین رو افزایش بدن، مثل چی؟ مثل کتوکنازول، اریترومایسین و آمفوتریپسین بی که این سه تا دارو سطح سیکلوسپورین رو افزایش میدن. پس اینها رو هم باید خیلی با احتیاط در مددجویان استفاده بکنیم. و فنیتوئین و فنیباربیتال، ریفامپین، تریمتوپرایم، سولفامتوکسازول، اینها میتونن سطح سیکلوسپورین رو کاهش بدن. اینها رو هم باید با دقت استفاده بکنیم. پس یک سری داروها بودن که سطح سیکلوسپورین رو افزایش میدادن، یعنی باعث میشن که میزانش زیاد بشه در خون و اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنیش خیلی قوی تر بشه، یعنی بیشتر سیستم ایمنی سرکوب بکنه. کدوم داروها بودن؟ کتوکنازول، اریترومایسین و آمفوتریپسین بی. یک سری داروها هستن که سطح سیکلوسپورین رو کم میکنه. یعنی چی؟ یعنی خاصیت سرکوب کننده سیستم ایمنیش رو کم میکنه، یعنی کم سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه. پس احتمال اینکه اون سیستم ایمنی بره حمله بکنه به اون گرفتی که ما توی بدن داریم و باعث ریجکت یا پس زدن اون پیوندمون بشه. این داروها چه داروهایی هستن؟ فنیتوئین، فنوباربیتال، ریفامپین، تریمتوپرایم و سولفامتوکسازول. اینها رو هم باید با دقت استفاده بکنیم. و همچنین آسیب کلیوی رو میتونیم با استفاده همزمان از سایر داروهای نفروتوکسیک بیاد و تشدید بکنه. پس حتما باید حواسمون باشه وقتی که داریم از سفالوسپورین استفاده میکنیم داروهای نفروتوکسیک رو به هیچ عنوان نباید استفاده بکنیم، چون اینها همه باعث میشن که اثرات نفروتوکسیسیتی بالا بره و مشکلات عدیده‌ای برای مددجوی ما پیش بیاد. خب در ادامه داروی بعدی که داریم سیرولیموس هست که برای پیشگیری از رد پیوند کلیه با مهار پاسخ لمفوسیت‌های تی کمکی، تی هلپر و لمفوسیت‌های بی به سایتوکینز استفاده میشه و ممکن هستش که با سیکلوسپورین یا تاکرولیموس و کورتیکواستروئیدها مورد استفاده قرار بگیره. خب این دارو خطر عفونت رو افزایش میده، خطر آسیب کلیه رو افزایش میده، همچنین خطر لمفوسل که عارضه جراحی پیوند کلیه هست رو زیاد میکنه و همچنین سطح کلسترول و تریگلیسیرید رو میاد و افزایش میده. عوارض جانبی که این داروی سیرولیموس داره شامل ایجاد راش، آکنه، کمخونی، ترومبوسایتوپنی، درد مفاصل، اسهال و هایپوکالمی هست که در مددجو اتفاق میفته. داروی بعدی که داریم داروی تاکرولیموس هستش. داروی تاکرولیموس کلسینورین رو مهار میکنه و در نتیجه از تولید اینترلوکین 2، اینترفرون گاما و سایر سایتوکین ها توسط سلول های تی میاد و پیشگیری میکنه. تاکرولیموس مؤثرتر از سیکلوسپورین هستش ولی سمی‌تر هستش. پس تاکرولیموس از سیکلوسپورین ها مؤثرتره ولی سمی‌تر هستش. در خصوص عوارض جانبی تاکرولیموس میبینیم که عوارض جانبیش مشابه سیکلوسپورین ها هست و شامل سمیت کلیوی، عفونت، فشار خون بالا، لرزش، هیرسوتیسم، سمیت عصبی، اثرات گوارشی، هایپرکالمی و هایپرگلایسمی هستش. و تاکرولیموس باید در چه مددجویانی با احتیاط مصرف بشه؟ در مددجویان دارای سرکوب سیستم ایمنی و کسانی که دارای ناراحتی کلیوی، کبدی یا مشکل پانکراس هستن، در اینها باید با احتیاط مصرف بشه. و در چه افرادی منع مصرف داره؟ در مددجویانی که به سیکلوسپورین حساس هستن تاکرولیموس منع مصرف داره. پس میبینیم که سیکلوسپورین ها و تاکرولیموس چقدر با همدیگه همپوشانی دارن که هم عوارضشون مثل هم هستش، هم منع مصرفشون و خب بسیار به هم شبیه هستش این آیتم هایی که داره.
و همچنین سطح گلوکوز خون رو با توجه به اینکه ایجاد هایپرگلایسمی میکنه باید حتما در افرادی که براشون انسولین تجویز میشه یا هایپوگلایسمی خوراکی مصرف میکنند رو باید در اینها چک بکنیم که خدا نکرده دچار بروز هایپرگلایسمی نشن. و همچنین در ادامه مطلب میرسیم به داروی پردنیزون. پردنیزون یک گلوکوکورتیکوئید هستش که از تجمع سلول‌های التهابی در محل التهاب میاد و پیشگیری میکنه و همچنین با مصرف پردنیزون ما هایپرگلایسمی و هایپوکالمی رو داریم که در مددجو اتفاق میفته و باید بیایم و سطح گلوکوز و پتاسیم رو به دقت مورد بررسی قرار بدیم و آزمایش‌های لازم رو براشون چک بکنیم. و در فصل 47 هم در خصوص پردنیزون به تفصیل صحبت شده بود. داروی بعدی که داریم آزاتیوپرین هست که با مهار تکثیر لمفوسیت‌های B و T پاسخ‌های ایمنی سلولی و همورال رو میاد سرکوب میکنه. و همچنین داروی آزاتیوپرین میتونه باعث نوتروپنی و ترومبوسایتوپنی ناشی از سرکوب مغز استخوان بشه و همچنین این دارو در افرادی که باردار هستن با افزایش بروز نوپلاسم میتونه همراه باشه که پس این دارو در بارداری منع مصرف داره. و همچنین ما باید یک سری آزمایش ها رو برای مددجو در مصرف این دارو چک بکنیم، مثل هماتوکریت، وایت بی سی، تعداد پلاکت ها، سطح آنزیم های کبدی و همچنین فاکتورهای انعقادی که چک کردن اینها بسیار مهم هستش. و داروی بعدی که داریم داروی مایکوفنولات منفعل هست که داروی مایکوفنولات منفعل باعث مهار انتخابی تکثیر لمفوسیت‌های B و همچنین لمفوسیت‌های T میشه و ممکن است همراه با سیکلوسپورین یا تاکرولیموس و همچنین گلوکوکورتیکوئیدها برای پیشگیری از ریجکشن و رد پیوند مورد استفاده قرار بگیره. عوارض جانبی که مایکوفنولات داره شامل اسهال، نوتروپنی شدید، استفراغ و همچنین ایجاد سپسیس هستش. مایکوفنولات مفتی میتونه که با افزایش خطر عفونت و بدخیمی ها همراه باشه. جذب با استفاده از آنتی اسیدهای مگنزیوم و آلومینیوم و همچنین کلیسترامین میاد و کم میشه. پس ما این دارو رو وقتی که داریم استفاده میکنیم آنتی اسیدهای مگنزیوم، آلومینیوم و کلسیترامین رو نباید باش مصرف کنیم. و در چه افرادی این دارو منع مصرف داره؟ در افرادی که باردار هستن و در خانم‌های شیرده دارو منع مصرف داره و به مددجو آموزش میدیم که این دارو رو باید با معده خالی مصرف بکنن و همچنین این کپسول هایی رو که دارن نباید باز یا له بکنن. و به مددجو آموزش میدیم که برای خونریزی یا کبودی غیر معمول، گلودرد، زخم‌های دهان، درد شکم یا تب سریعا باید با پزشک خودشون در تماس باشن و تمام این عوارض جانبی و مشکلاتی که رخ میده رو به پزشکشون اطلاع بدن. و افرادی که تحت پیوند عضو قرار گرفتن مثل حالا پیوند کلیه باید داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی رو هر روز در یک زمان مشخص مصرف بکنن تا اطمینان حاصل بکنن که سیستم ایمنیشون به اندازه کافی سرکوب شده و این سرکوب پیشگیری میکنه از حمله به اون
گرفتی که داریم، عضو پیوندی که داریم و باعث میشه که از ریجکت کردن و رد پیوند پیشگیری بشه. و داروی بعدی که داریم بازیلیسیماب هست که به گیرنده های اینترلوکین 2 روی لنفوسیت‌ها متصل میشه و در نتیجه واکنش های ایمنی سلولی رو میاد و کاهش میده. در درجه اول به عنوان یک عامل القایی در زمان پیوند برای مددجویان استفاده میشه و ممکن هست همراه با سایر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی برای پیشگیری از رد حاد کلیه های پیوندی مورد استفاده قرار بگیره. و بازیلیسیماب میاد و توسط مسیر وریدی اداره میشه. دوز اولیه در عرض 2 ساعت قبل از پیوند برای مددجو تجویز میشه و استفاده میشه. خب مثل بقیه داروها یک سری عوارض جانبی داره که میتونه شامل سردرد، بیخوابی، سرگیجه و همچنین ایجاد لرزش باشه، درد قفسه سینه، ناراحتی گوارشی، ادم، تنگی نفس، درد مفاصل و همچنین بهبود بسیار آهسته زخم‌ها جز عوارضی هست که این دارو داره. و دسته بعدی دارویی که داریم گلوبولین آنتی تیموسیت یا آکوین هست که این دارو باعث کاهش تعداد و فعالیت لنفوسیت‌های مشتق شده از تیموس میشه و برای سرکوب رد اون عضو پیوندی به دنبال پیوند کلیه کبد، مغز، استخوان و قلب مورد استفاده قرار میگیره. اساساً برای درمان اپیزودهای رد حاد پیوند مورد استفاده قرار میگیره و قبل از اولین انفوزیون مددجو باید تحت آزمایش پوستی داخل جلدی قرار بگیره تا ببینیم که حساسیت بیش از حد مددجو داره یا نه و بعد از این دارو بخوایم برای مددجو استفاده بکنیم. و از اونجایی که این دارو محصولی هستش که با استفاده از ترکیب خون اسب و خون انسان ساخته شده، ممکن هستش که خطر انتقال عوامل عفونی مثل ویروس ها رو به همراه داشته باشه که باید بسیار اینو به دقت استفاده بکنیم. از اونجایی که این محصول میاد و تعداد پلاکت ها رو تغییر میده، ما باید بیایم تعداد پلاکت ها رو کنترل بکنیم. تعداد کم رو به پزشک باید حتما اطلاع بدیم، حالا بر اساس اون قوانینی که مؤسسه داره میان و اقدامات لازم رو انجام میدن و ارجاع سرپایی برای انفوزیون های مکرر بعد از ترخیص باید حتما اتخاذ بشه که مددجو سر وقت داروهاش رو بگیره. و گروه های بعدی دارویی که داریم فاکتورهای رشد خونساز هستند که مورد استفاده قرار میگیرن. عوامل رشد ریتروپویتیک هستند که میان و تحریک تولید گلبولهای قرمز رو در مددجو انجام میدن. برای درمان کمخونی در بیماری های مزمن کلیوی، کمخونی ناشی از چیمی درمانی، کمخونی ناشی از زیدوویدین و کمخونی در مددجویانی که نیاز به جراحی دارند از حالا عوامل فاکتورهای رشد خونی مثل اریتروپویتیک ها استفاده میکنیم. اثرات اولیه رو میتونیم در عرض 1 تا 2 هفته مشاهده بکنیم، یعنی ما این داروها رو که میزنیم بلافاصله اون اثرات رو نمیبینیم. 1 تا 2 هفته باید طول بکشه تا اثرات رو ببینیم و هماتوکریت در عرض 2 تا 3 ماه به سطح طبیعی خودش برگردونده میشه و عوارض جانبیش مسلماً مربوط میشه به افزایش فشار خون که باید این رو در مددجویان به شدت کنترل بکنیم. و سایر عوارض جانبی که داره میتونه شامل نارسایی قلبی باشه، اثرات ترومبوتیک باشه برای مددجو و همچنین سکته مغزی یا آنفارکتوس میوکارد و ایست قلبی که همگی اینها میتونن مددجو رو حیاتش رو به خطر بیاندازن. دسته داروی بعدی که داریم فاکتورهای رشد
لوکوپویتیک هستن که تحریک تولید گلبولهای سفید خون یا همون لوکوسیت‌ها رو داریم که برای مددجویانی که تحت شیمی درمانی هستن و سرکوب کننده های مغز استخوان رو استفاده میکنن یا پیوند مغز استخوان شدن و افرادی که نوتروپنی مزمن شدید دارن، در این افراد این داروها مورد استفاده قرار میگیره و همچنین این داروها میتونن باعث درد استخوان، لوکوسیتوز و افزایش سطح اسید اوریک پلاسما بشن، لاکتات دیهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز رو هم میتونن سطحش رو افزایش بدن و درمان طولانی مدت با فاکتورهای رشد لوکوپویتیک میتونه باعث اسپلنومگالی در مددجویان بشه. و همچنین در ادامه فاکتورهای رشد ترومبوز رو داریم که تولید پلاکت ها رو میان و تحریک میکنن برای مددجویانی که تحت شیمی درمانی هستن که سرکوب کننده مغز استخوان میگیرن، برای به حداقل رساندن ترومبوسایتوپنی و کاهش نیاز به تزریق پلاکت در اینها مورد استفاده قرار میگیره. و عوارض جانبی که دارن شامل احتباس مایعات هست، دیسریتمی قلبی، عفونت ملتهمه، تاریدید و همچنین ادم پاپی در مددجو ممکن است اتفاق بیفته. و دسته بعدی دارویی که داریم داروهای هایپرپلازی خشکیم پروستات هستند که این دسته دارویی مسدود کننده های آلفا رو داریم در ابتدا که باعث شل شدن عضلات گردن مثانه و فیبرهای عضلانی در پروستات میشن، اجازه میدن که با این شل شدن ها ادرار راحت تر بیاد و دفع شه. و عوارض جانبی که دارند این مسدود کننده های آلفا شامل سرگیجه و انزال رتروگرید هست که در مددجو ممکن است اتفاق بیفته. دسته بعدی دارویی مهار کننده های آلفا 5 ردوکساز هستش. 5 آلفا ردوکساز اینهیبیتورز که با جلوگیری از تغییرات هورمونی که منجر به رشد پروستات میشن باعث میشن که اون پروستاتی که بزرگ شده بود بیاد و کوچیک بشه و ممکن است تا 6 ماه طول بکشه تا این اثر کوچک کنندگی رو مددجو بتونه بیاد و تجربه بکنه. و عوارض جانبی که داره این هم انزال پس رونده یا رتروگرید هست که در مددجو میتونه رخ بده. خب فصل 55 هم مطالبش در همینجا به پایان رسید و فکر میکنم که جلسه امروز تا همینجا کافی باشه، چون اگر بخوایم ادامه بدیم و کادرها و جداول فصل و سوالات رو بخونیم جلسه بسیار طولانی باشه. لطفاً اگر سوالی، انتقادی، پیشنهادی دارین در قسمت کامنت ها بفرمایید. خیلی خوشحال میشم که کامنت های پر از مهرتون رو بخونم و اگر که فکر میکنید که این کلاس ها برای شما مفید بوده خواهش میکنم که این کلاس ها رو به سایر همکاران محترممون هم اطلاع رسانی بفرمایید تا تعداد بیشتری از پرستاران محترم بتونن از این جلسات بازآموزی استفاده بکنن و فوایدش به مددجویان محترممون هم برسه انشاءالله. و لطفاً اگر که فکر میکنید که این ویدیوها براتون پشت سر هم نمیاد و پس و پیش میاد و این مشکل رو دارید، به این دلیل هستش که کانال رو سابسکرایب ندارید. اگر که کانال برای شما سابسکرایب باشه ویدیوها پشت سر هم میاد و هر ویدیویی که توی کانال گذاشته میشه برای شما میاد و دیگه اون مشکل پس و پیش دیدن ویدیوها رو نخواهید داشت که یه سری از همکارا خب شاکی هستن که ویدیوها براشون پشت سر هم نمیاد و باید دنبال بگردن تا بتونن پیدا بکنن. اگر که سابسکرایب داشته باشین وقتی که تو قسمت سابسکرایبتون میرید و ویدیوهای که کانال های سابسکرایب رو دارید میبینید پشت سر هم ویدیوها رو خواهید. شاد و سلامت باشین. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.